فقط با یه لبخند دنیای میلیون ها نفر رو عوض کنه؟ رونالدینیو این کارو کرد. تو زمین فوتبال با یه لبخند، با یه نگاه، با یه دریبل عاشقانه. رونالدینیو فقط بازیکن نبود، یه شاعر بود با کفشای فوتبال. هر بار که توپ زیر پاش بود انگار جهان از حرکت می ایستاد. یادت وقتی با یه پاس بدون نگاه قلب حریفا رو سوراخ میکرد؟ وقتی لبخند میزد حتی اگه گل نمیزد ما عاشقش میشدیم. نه واسه جام‌ها، نه واسه جوایز، واسه اون حس نابی که از بازیش میبرید. برای ما رونالدینیو یه خاطره زنده است، یه اثبات زنده از این که مهربونی، احترام و شادی میتونه قدرت واقعی یه فوتبالیست باشه. اگه تو هم با بازی‌های رونالدینیو بزرگ شدی حتما تو کامنت ها بگو کدوم لحظهش رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنی. تا حالا دیدی یه نفر فقط با یه لبخند دنیای میلیون ها نفر رو عوض کنه؟ رونالدینیو سلام آقای دکتر، جواب آزمایشم اومد. سلام عزیزم، جواب آزمایش